Oh, there you see the monument for the victims who died during the construction works. C'est le monument pour les victimes qui sont morts durant les travaux de construction. And which point are Now, we are going to do the tunnel. It's 15 kilometers long, and it takes about 12 minutes. So, no more view, only black. Yeah, so you can sleep. This is the last view. That's the last view. And I mean, from the tunnel, that was دیگه دوستا این منویش هسته که آوردم دیگه اگه کافی یا چیزی میخوایم arrive at the point number 26 on your leaflet. It's the most beautiful point of interest on the south side. Donc quelques minutes pour arriver au point numéro 26. سلام دوستا، خوش آمدین. باز هم ولاگ همچنان ده ولاگ سفر سوئیس هستیم، از دنمارک به سوئیس. دیگه ادامه داره سفر ما با ترن فرست کلاس گرفته بودیم. ترنی است که کسایی که برای سفرهای توریستی میان، زیادتر توریست ها در ترن می باشن که جاهای دیدنی سوئیس برشون نشان میده. دیگه با ما همراه باشین دوستا. دوستان میبینین اونجا یک آبشار از بالای کوه آمده، همینطور در پایین چقدر مقبول است. ببینین طبیعت اینا کلش یعنی خلقت خداوند است. ببینین دیگه چقدر مقبول است. وای دوستا ببینین دیگه، شما هم لذت ببرین از این تصویرها، تصویرهای مقبول طبیعت زیبای سوئیس. دوستایی کسی که در تصویر عکسش هست لوئیس فاول کسی بوده که همین تونل های یعنی باعث و بانیش بوده که همین تونل هایی که بین راه میبینین در سوئیس، چون کوهستانی است، یعنی کسی بوده که بسیار نقش داشته در احداث از این تونل ها که همچنین میبینین تاریخ چیزش نوشته کرده از 1826 تا 1879. به خاطر از او بیاد بود، از او می عکس از این دمیزی تیران می باشه که کلگی بفهمم. سلام در کجا هستیم؟ اومدیم در گوتارد پانوراما اکسپرس، یک ترن لاکچری فرست کلاس است، از خاطری که داخل قسمت دیدنی کوه میره.
خب دوستای عزیز، نالی ما وارد تونل شدیم. تونل که پیشتر یکون بسیار برقرار گل کردن و یکان فیلم‌های کوتاه در داخل تونل بر ما نشان دادن. این تونل چیزی کم 15 کیلومتر است. 15 کیلومتر داخل تونل می باشیم و این تونل بر ما نشان داد که چقدر مردم ها اینجا زحمت کشیدن، کارگرای تونل را جور کردن. در اون فیلم ها تصویرهایی که در داخل تونل بود و همچنین نشان دادن که مثلا چقدر نفرها کشته شدن از خاطر امی احداث امی تونل. سوئیس یک کشور است که مثلا چقدر کوهستانی است، خیلی شباهت داره افغانستان، ولی چقدر امکانات است، چقدر تونلات است، به راحتی مردم سوسو میرن. دیگه امیدوارم که ما هم یک روز کشور ما در اون حد برسه، چون ما هم کوهستانی است، خیلی جاست که اصلا سرک نداره، هیچ تونل بان. دیگه امین خواستم بر شما بگویم از تونلی که ما هم داخلش هستیم. سلام دیگه بازم دوستا، ما از او پانوراما ترن پایان شدیم. در این شهر که میبینین فلوئن، در این شهر آمدیم. اینجا یک کشتیگاه هست، او بالا میشیم در کشتی های خورد. ترن رفت باز اینجا میبرم ما را باز جای دیدنی رو نشان میده. دیگه این شهر است که پایان شده. منتظر هستیم که کایک یا مو کشتی خورد ما بیاید. دیگه باز هوا بسیار گرم است. دیگه این شهر هم بسیار مقبول است. این شهر بسیار خرد است ولی بسیار میبینید نشان بده کوه را. دیگه میریم طرفی که کشتی ما 10 دقیقه دیگه میاید. اونجا چقدر ببینید دوستا، اونجا چقدر چرچ کسته، چرچ است بخیلم، نه می کلیسا هم بسیار مقبول است. اون نمایی از اون کوه ها اینا. منتظر هستیم که سوار بشیم. اینا کشتی ما رسید. این مسافرهاش که میبینین پایان میشه، ما بالا میشیم.